اگر همه بدبختترین مردم روی دنیا شه، همه ابو جهل شه، همه همین ترامپی بدبخت هم بشه، در ملک پروردگار یک سری کسی زیان نمیرسونه. یک نکته بس است اگر شعور است. روایت میکند از رسول خدا صلی الله علیه و سلم حدیث قدسی را، حدیثی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم از نام خداوند بیان کرده است. مثلا حدیث قدسی حدیثی را میگن که در قرآن نآمده است، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که الله ذوالجلال چنین و چنین فرمود. عن ابی ذر عن النبی صلی الله علیه و سلم فيما روى عن الله تبارک و تعالی، از چیزی که از خدای تعالی روایت شده است که میگه حضرت خداوندی با بندگانش مراجعت بکنه، میگه یا عبادی اینی حرمت ظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا. ای بندگان من ظلم بر خودم حرام گرداندم. در قرآن در چندین موضوع اومده است که الله ذوالجلال میگه که این الله لا یظلم مثقال ذره، خداوند مقدار یک ذره نسبت کسی ظلم روا نمیبینه. من ظلم بر خودم حرام گرداندم، این برای شما را حرام گرداندم، در حق همدیگر ظلم نکنید. ظلم بنده نسبت برادر مسلمانش از چی عبارت است؟ در حق همدیگر سخنهای قبیح نگید، حق مال همدیگر را با ظلم نخورید، همدیگر را غیبت نکنید، همدیگر را تهمت نکنید، دشنام و حقارت نگویید. فلا تظالموا، زیرا که ظلم خدا نمیبخشد. الله که ظلم بر خودش حرام گردانده است هرگز از بندگانش ظلم نمیبخشد. ظلم از زمره او گناههای محسوب میشود که عقوبتش برای قیامت گذاشته نمیشود. خداوند ظالمان را در همین دنیا خور و ذلیل میگرداند. این همین بلایی که امروز اومده است دنیا را میلرزونه، اصل بگیریم، ریشه همین را بگیریم، ای ظلم بنده بالای بنده است. ای ظلمی که بالای مسلمانان کردن، مردم بیگناه را محو کردن، حبس کردن، نیست نابود کردن. او وقتی که یک مظلوم دست برداشته سوی درگاه پروردگار دعا میکنه، غلغل در لشکر آسمان میغلطه. خداوند دعاش اجابت میکنه، مظلوم حتی اگر کافر باشه، چی برسه بر مسلمان. ای که تو از ظلم چاه میکنی، از برای خیش دام میتنی. مرز ضعیفان را تو به خصم مدان، از نوا واجا نصر الله خوان. تو خیال نکن که به چورای مظلوم هیچ که ندارن، ای پشو هیچ که نیستن یا کریشه ندارن. و قرآن بخون که خدا گفت است اذا جا نصر الله و الفتح، گر تو فیلی خصمی تو از تو رمید، نک جزا طیرن ابابیل رسید. تا اگر همی فیلم که باشی زور کسی را به تو رسه، و ارسل علیهم طیرن ابابیل. خداوند قدرت داره که به همین یک ویروسی اندک که با چشم نمیبینیش، حتی در همین میکروسکوپ های عادی او را دیده نمیشید است، چنان میلرزانه که دولت های ابرقدرت به زانو میغلطند، داد و فیغان شگوشی فلک کر میکنند. گر ضعیف در زمان خواهد امان، غلغل افتد در سپاه آسمان. هم یک ضعیفه که اگر دعا کرد به یقین بدانه که خداوند اجابتش میکنه. ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیهن. حضرت گفت که سه دعا البته اجابت میشود پیش پروردگار. در اجابت شدن این دعاها یگان ذره شک و شبهه نیست. یکمش دعوت المظلوم، دعای مظلوم. حضرت گفت که لا تظالموا، با همدیگر ظلم نکنید، در حق همدیگر خیانت نکنید. همیش سبب سستی و ذلت ما در چیه؟ قدر همدیگر را نمیدونیم. همین گجای ایستاده پای همدیگر را میخوییم. از برای خدا همین طعنه زدن. محفل معرکه نیست که یگان ملا را بدگویی نکنن، یگان قاری را بدگویی نکنن. آخر فرد و روز قیامت اون مردکی را که تو غیبتش میکنی، تهمتش میکنی، طعنش میزنی، از تو دامنگیر میشود.
در پیش پروردگار چی جواب میگوی؟ در صحیح مسلم اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم باری به اصحاب مراجعه کرد، گفت اتدرون ما الغیبه؟ اتدرون ما المفلس؟ شما میدونید گفت مفلس چی کسا میگن؟ گفتن یا رسول الله این المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. مفلس گفت ما کسایی را میگیم که نه یگون پول داره نه یگون متاع دنیا داره، بانکروت مقصد مفلس. حضرت گفت چنین نیست. این المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاة و صیام و زکاه و یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا. مفلس گفت از امت من شخصی را میگم که فردا روز قیامت به سری بلند میآید که من نماز دارم، روزه دارم، زکات مال من میپرداختم، صدقات خیرات داشتم، در صورتی که حق کسی را خورد است، کسی را دشنام حقارت کرده است، کسی را تهمت غیبت کرده است، کسی را لط و کوب کرده است، شاید خون کسی را ریزانده است. همه دعوا میکنند. خداوند بزرگ است، خداوند ارحم الراحمین است. بعضی کمبودی و نقصانی که در عبادات میکنیم اگر صدقا توبه کردیم الله ذوالجلال میبخشد، لیکن این بنده بسیار میدونی که بنده نمیبخشد. برای هم یک سری ثواب در پدر و مادرم نتون میگریزی فردا روز قیامت. اونم کمپیره که میشنی پره کپو دوان بیاد بچه جوان هم ثواب یک تکبیر اول تبتیم میگریزی. اون روزی نیست که دیگه کسی را ببخشی. فیعطا هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان یقضى ما علیه اخذ من خطایاه فطرحت علیه. همه دعوا میکنن، ایش یک مقدار ثواب شم میگیره، اوش یک مقدار حسنات شم میگیره. اگر بالفرضی همه گناهاش تلافی کردن نتونیست، ثوابش کمتر بده، مقصد نرسون، گناهای اونا اون مردم دعواگر هم میگیرند در بالای شریعی بار میکنند. ثم طرح فی النار، بعد ای دست پاش میگیرند در آتش جهنم میپرتویند. این مسئله زنده بسیار احتیاط کنید برادرای عزیز. با خدا قسم فردا روز قیامت تا وقتی بنده نبخشه خدا نمیبخشه. کسی را غیبت کرده، یگان گپی ناخوب گفته، زنده های پیشش برین برادر ما در حقیقت یک گپی ناخوب گفته باشه مکمو را غیل کرد، اما چه خیلی طلب کنه. اون مردم پیش عجب یک غیرتی داشتن، یک حیمتی داشتن. ایوی قضاقو یا مصفید اگه حج میروه دسته کس قطی جنگی بدست سلام میکند جواب نمیگیرن سلام شا. سحر به خونه شونه رفت است، ای فلانی من حج رفت استم. خدای مردم لعنت کنه که یک تش در فکری نیست که ما بطور اشتی بطور یا حق اشتی کنیم که همه حجی من قبول شده. بسیار مهم است. همین همدیگر را سلام بتیم محبت بسیار میشود. در حق همدیگر سخنهای خیر خوب گفتیم محبت زیاد میشود. اگر بدگویی و ناسزایی گفتیم همه آدم ندیده است میگن راشگریش همه که آدمی نیست و که آدمگری نداشته است. حضرت گفت لا تظالم و ظلم نکنید. بعدم گفت یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدیکم. ای بندگان من شما همه گمراهانید، شما راه حق هرگز پیدا کرده نمیتونه مگر کسایی را که من هدایت کردم. هدایت از من طلب کنید، من میتونم شما را راه هدایت نشان بدم. شکرگزاری نعمت پروردگار را کنید که الحمدلله برای ما راه مسجد نشان داده است، راه تعلیم نشان داده است. این اومدیم در سر دسترخوان یک کاسه خود خوردیم، اینا الحمدلله قریب یک ساعت شد که صحبت گوش کردیم. اگر هدایت پروردگار نباشه آدم تلخش میکفه. همین مثل پرنده داخل قفس به صبر و به تحمل میشه که بزو ترک بگریزه، همینجا بگریزه. فرت من قصوره. خداوند میگه این منافقا و مشرکا میگه اینا مثل یه خرای رمنده هستن، وقتی شیر میآید میتونن میگریزن، اما خیلی محفل معرکه میگریزن. هدایت از جانب پروردگار است، ضلالت هم از جانب پروردگار.
اگر هدایت از جانب الله نمیشید از جانب مخلوق میشید. ابو طالبی که بجان محمد صلی الله علیه و سلم بیچاره بود البته هدایت میاد اما نیافت. و خداوند مورد هدایت قرار نداد با کفر و با شرک از دنیا رفت. آخران سخنی که از زبانش برآمده است علی ملت عبدالمطلب. اگر هدایت از جانب بنده میشید بدبخت ابولهب که عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم است در ابتدا حضرت دوست می‌داشت و حد دوستش می‌داشت که وقتی حضرت تولد شد کنیزش سویبه اومد وقتی هدیه گرفت همون کنیز آزاد کرد. اگر چند کنیز به حد قیمت بود و همون شب بود لیکن از هدایت خدای تعالی که محروم بود همتا گمراه و در کفر شرک برد. حسن زی بصره، بلال از حبش، صهیب از روم، زی خاک مکه ابو جهل. این چه بلعجب است؟ جای بلعجبی نداره. بله ما نصیحت میکنیم، ما مأمور هستیم، ما باید نصیحت کنیم، اما این هدایتی که از نصیحت ما واقع میشود این هدایت ارشادی میگن. هدایت توفیقی فقط پیش پروردگار است. اگر خداوند راضی نباشه و هدایت نکنه کسی را در همین گمراهی و ذلت میمونه. پس ما و شما باید شکرانه نعمت الله کنیم که ما و شما را مسلمان خلق کرده است. ای پدر و مادر مسلمان تولد شدیم این دینی بزرگ و به یگان مشقت به یگان مشکلی خداوند برامون تقدیم کرده. یا عبادی کلکم جا فاستطعمونی این کن. ای بنده های من میگم شما هم مدینه گشنه خاک نداره و خیلی مادر تولد میشه چی داری خطی مگر شخصی را که من تعام میتونم رزق روزی شما را من مهیا میکنم از من طلب کنه تو برای تو رزق روزی را مهیا کنم. و ما بکم من نعمت فمن الله. هر نعمتی که ما و شما در دست داریم همه نعمت از جانب پروردگار خدای بزرگ داده است. همین بعضا تلخ میشیم بچه پگه چی میخورده باشیم چیکار میکرده باشیم آخی خونه کاری گردم پگه را چیکار میکنی تو گذشته تا ببین در گذشته کی تو گشنه موندی کی ای گشنگی را مارواری در زمین مثل بعضی صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خزیدی. همین خدای بزرگ همین پروردگاری که از وقتی تولد شدم تا این روز خروجی تا مهیا میکنه او خداوند هرگز تو را بی نصیب نمیگذاره. یکی طفل دندان برآورده بود خدا رحمت کنه شیخ صاحبی را میگه یکی طفل دندان برآورده بود پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش مروت نباشد که بگذارمش. یک مردک فقیر همین زن داشته است کودکش تولد میشود کودک شیر مادرش هم میخورده است. یک روز دستش در دهن اون کودک میدوزه که دندان برآورده دستش هم میگرزه. این بیچاره تشویش میشود اوه این خونه بود یک دهن بود دو دهن شد این را من یک جا سر میکردم چه بیچاره گفت این سخن پیش جفت نگر تازن او چی مردانه گفت مخر حول ابلیس تا جان دهد همان کس که دندان دهد نان دهد. این زنش ای خچه گیتر بوده این مردک گفت شو بغیرتی نکرد همون پروردگاری که دندان طفل پیدا کرد نانش هم رزق روزیش هم همون پیدا میکند. نگارنده طفل اندر شکم نویسنده رزق روزی است همون پروردگاری که در نطفه آب منی صورت طفلک علکی تیار کردگی مصوری صورت رزق روزیش هم علکی می نویسه در شکم مادرش 120 روزه که علکی رزق روزیش هم می نویسن. عجیب یک ترسی داریم نه و خدا داریم. مرد مسلمان همیشه باید توکلش به خدا کنه. هم یک توپلان شد وقتی بعضی ها ناشکریش شوه دیگر اردی یک ساله و 2 ساله کهنه متزدگی را برآوردن فروختن دو برابر قیمتش و خدا دیگه هم داره. خداوند خودش رزق روزیش هم قطع نگردونه نباشه به خدا قسم به همه همین مال دنیا آدم سیر نمیشه. خداوند میگه که ای بنده ها شما هم از گشنه رزق روزی شما را من مهیا میکنم من میتونم از من طلب کنی رزق روزی تو من. یا عبادی کلکم عارین الا من کسوتو
فاستکسونی عکس کن. این بندو شما وقتی ای مادر تولد چیده هم یه لطه نبود که گردی کنتونا پیچونم. اوخی این لباس و سر لباس و این زینت پلاس شما را من براتون مهیا میکنم. این از من طلب کنه تو من براتون مهیا کنم. یا عبادی انکم تخطئون باللیل و النهار و انا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم. خدای بزرگ ندا میکنه ای بنده های من شما شب و روز گناه میکنید. در گناه معتبر من ذاتی هستم که اگر بنده توبه کرد گناهش میبخشم. از من طلب استغفار کنه تا من گناه های شما را محو کنم. خط عفو ولای معصیت رو بکشم. نامه اعمالتون را تازه کنم بتون. من فکر کنه که از برای خدا همین رو کشی کنه گناه را مرتکب بشه. زینای چشم میکنه، زینای دست میکنه، زینای پا میکنه، زینای زبان داره. اما تلویزیون تیک تماشا کنید بعد او ببینید چقدر چسته. اما خیلی کلمه ساتر کردن خودت فرضه در عورت دیگران نگاه نکردن هم فرضه. اما در گناه متوریم سر همه برداری همه گناه علاج نداریم. همین تشویق در زندگی میکنیم که سر تو پا در گناه متور هستیم. خداوند میگه از من طلب مغفرت کنید من گناه تو را میبخشم. خداوند بخشنده مهربان است. پروردگار بزرگ ببینید که او وقتی بنده توبه کنه خدا را خوش میآید خرسند میشه دست زمو بندش. حدیث متفق علیه هست. حضرت عبدالله بن مسعود روایت میکنه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت والله اشد فرحا بتوبة عبده من رجل في ارض دویة مهلكة معه راحلته علیه زاده و طعامه. خداوند میگه با توبه بنده چنان خرسند میشه که همین تصور کنه یک من در بیابان در همون بیابانه همه کمه در هزارها کیلومتر آب نوشیدنی نداره. در یک شتر سواره در خرجین شترش توشه رخشه گرفته است. نان آبشه در همون خرجین گرفته است. فنام فاستیقظ و قد ذهبت. یا بتا کمی او میگه در تایمی بتا گرمای کمک درست میکشم بر رحمت دوام میتونم. ای خوب میخیزه که شکر برفته است. فطلبها حتی ادرکه العطش. ایسو میدوه بلو پویم ای تشتگی را زبانش ای حلقش میبروده. آب در خرجین شتر ای نیست. دیگه دست ای حیات میشوه. میگه ارجعو الى مکانی لدی کنتو فیه فانام حتی اموت. اگر گفت چی علاج؟ میرم در تاکی همون بتا دراز میکشم تا همون زمانی که خدای تعالی امانت قبض کنه. من دیگه به هیچ جا نمیرسم به توشه راه و به شتر. میوایم میگه سرش در بلو همیش شاویدای دستش نمیتونه میمونه و دراز میکشه. خوابش میبرم یعص ناامیدی را خوابش میبرم. چشموش هوی میکنه که شتر در بلوی سرش نقشار کرده است. اگر تصور کنه که همین آدم چقدر خرسند میشود. امام مسلم میگه که فاخذ بختامها ثم قال من شدت الفرح اللهم انت عبدی و انا ربک. اعوذ بالله. همه ای خرسندی را دیگه خچه گم میکنه. میپره میگه ای مهار شتر میقفه خدا جان میگه تو بنده من هستی و من خدای تو. اعوذ بالله. دیگه گپش فرماش نمیبره واقعی. زمانش دیگه فرماش نمیبره. گپش چپانه میبروید. اخطأ من شدت الفرح ای خرسندی را خچه گم میکنه. خطا میکنه. و حضرت بشارت داد گفت فالله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا الرجل بزاده و طعامه و شرابه. خداوند میگه از توبه بنده مؤمن از همین مردک در زیادتر خرسند میشود. الله اکبر. کرم بینا لطف خداوندگار گناه بنده کرده است او شرمسار. این خیلی خدای بزرگ است. لیکن از برای خدا همین توبه را موقوف میمونه. خشمونه میتر. امروز پگه خط پگه دیگه
ای انشالله پگه شب میخیزم نمازی تهجد بخونم آبی دیده خطی گریه میکنم. ای مردک هر ساعت حیات غنیمت های، هیچ کتره گارانتی نمیده که همین شب تو سهر زنده بمونی یا نمیمونی. فرصت غنیمت دارم. اونیا که قچ داشت از پس میکشید، دست قچ را برد و حبلش را برید. یک مردک دیهاتی قشخوری خوب تربیه کردم در تکون بزرگ فروختنی اووردش کرد. در همین شهری پرودان بوده است ایش، این شهر در دزدش پناش بسیار میشود. کدام دزدی خونه سوخته آستک بند در بری دست قشخورا برده است. این همین بند کشور در دستش، چون که آگاه شد دوان شد چپ و راست تا ببیند کانقشی برده کجاست. یک وقت یک ترپی اون بند خولی هست بیچورت گه ایسو دوید گوسپند گفته است. او دزد هم دید که آدمی سوده هست. همین آدمی سوده را فکر کردنش آسان هست. بر سری چاه بدید آن دزد را که فیغان میکرد ایوا و اینتا. همون دزد لعنتی سری از چاه در ایستاده گریه و فیغان داره. ای مردمی مسلمان با دادم برسه او برای ایسوکسو نکواده ای ره میزنشن. گفت نالان از چی ای استاد؟ هم بیچاره آدمی ساده خشکوری خچه دزد دیدیم با این میبینه یا مسلمان گریه داره دیلش میسوزه. میگه چی مصیبت داری؟ گفت همیان زرم در چهفی تو. تو همین خم شدم خواستم آب بگیرم بساتیر که تیلوها میگه برام کشور بود غلطید به روی چاه غلطید. گر توانی در روی بیرون کشی خمس بیدهم مر تو را با دلکشی. خمسی 100 دینار بیستونی بد است. گفت دستی او ندارم آوازی کرده نمیتونم. اگر شناور باشی بدرو اونجا 100 دینار ای گفت 100 تنگه تیلو ای 5 یک حیثش ای شیری مادرت حلال ادامه 20 دینار شد پاک و فعیل بخشیده بود. خمسی 100 دینار بیستونی بد است. گفت او خود این بهای 10 قچ است. گردن بربسته شد 10 در کشور. گر قچه شد حق ایواز اشتر میداد. بیچاره سودک ای بچم یک گوسپند چی میکنم؟ اوی 20 دینار هم بتا در این 20 دینار با 10 گوسپند میخرم. همین یک در محکم شد انشالله خداوند 10 در دیگر را برای باز کرد. یک قشقور رفت انشالله با این پول با این 20 دینار یک شکلی فسان میشود. جامعه ها را کند اندر آب رفت. جامعه ها را برد هم آن دزدی کرد. رسول دزد دیاغی کشید لیباساش داد پوستینا جامعه را این بدبخت گرفت دزدی پرد. به حضرت نصیحت میکنم این سواری توبه و ورهاز درست. این مسلمان بچه دنم آدمی ساده تویی او خونه سوخته دست شیطان های اسبی توبه را سوارش کمچین کرد دست بقر جامعه ها 20 مون از دست باز پس لیروش که بکش بگی مرکبی توبه عجایب مرکب است بر فلک تازد به یک لحظه زیف است. آخه این اسب جامعه است همیخیل مزده است یک کمچینش که با آسمان میبرد و را میبرد. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. حضرت میگه توبه کننده از گناه مثل شخصی است که اصلا گناه نکرده. الله لو اخطأتم حتی تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب علیکم. اگر همین قدر گناهی کنه که گناه تو تا آسمان برسه شما صدقا توبه کنه بخشیدن اجاری به پروردگار. این بنده ها شما در گناه هر خبری میگه خداوند توبه کنه من توبه پذیر هستم گناهتون رو میبخشم. یا عبادی اینکم لن تبلغوا ضری تبلغوا نفعی فتنفعونی. ای بنده های ساده ای دست شما خاک نمیآید شما به هیچ وجه در ملک من یکو ضرر رسوندن نمیتونه. اگر همه جمع شد بگیر ما یک کمک به الله کنیم ای دست خاک نمیآید. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا. ای بنده های ساده اگر همتون بهترین مردم روی دنیا شوید همت اولیا بشید در ملک الله یک سری خاص زیاد نمیشه. اگر همت که اولیا بشید ملک پروردگار در چیز زیاد نمیشه. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم
و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملک شیئا. اگر همه بدبختترین مردم روی دنیا شه، همه ابو جهل شه، همه تبی ترامپی بدبخت هم بشه، در ملک پروردگار یک سری خسه زیان نمیرسونه. اگه ایستشد یا که شرح دادن نمیشه و صحبت روزی بعد چی؟ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك من عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. ای بندگان میگه اگر همین تمام مخلوقاتی که از زمان آدم علیه السلام تا روز قیامت تولد میشوند میبرن، همه تا حس کنن در همین یک جو جمع شده، هر کس چند که یکی دهنش میبره طلب کنه با مرادش برسونه باشه. این بنده بسیار بشینه چی میشود، هر چیزی که طلب میکنه بتمش ای ملکی من همون مقدار کم میشود که اینم یک سوزن بگیری در اقیانوس هم ترک کنی. اگه او بیچاره سوزن ای اقیانوس چند که او میگیره. مقصد هیچی کم نمیشود، هر کار میکنه شما برای خودتون میکنه. یا عبادی انما هی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاها. و بنده ها هر کار میکنه حساب و کتاب میشود، رستشاد داره، فراموش نکنید. هر یک حدی اقل دو ملائکه همراه داره، ملائکه دست راست و ملائکه دست چپ. اینا را کرام و کاتبین میگن. کارای خیر و خوب تا ملائکه دست راست مینویسن، گناه و جنایات ملائکه دست چپ مینویسن، همش حساب داره. اگه خدای بزرگ مهربان بودی که با در بین ده ملائکه دست راست امیر کرده و قدر همین نعمتهای خدا نمیرسید. اگر شخص یکم گناه صغیره کرد، این ملائکه دست چپ و یمو امیر اجازت میفرستن، یا رئیس اجازت هسته من میرم بنویسم که میگفته سوالی کم ترکسم میکنه. شاید همین اصلاح شود، شاید توبه کنه، شاید روزی نماز بخونه، همین نماز گناههای صغیره محو میکنه. شاید یک برادر مسلمان شد بیوه، اما وقتی که ساعتون میگذاره جنایت بلوی جنایت یا میگن ناشکری شد بکنم بنویسش خداوند زودتر ای کسافت نوتر خلاص کنه. لیکن وقتی شخص کاری خیر نو کرده فقط نیت میکنه، بنامین نیت میکنه که من همین کار میکنم کاری خیره، حالا که این امیر هیچ کس اجازت نمیپرسه، این در حال مینویسش، حالا که ثواب مینویسه. اگر ما کردی انشاءالله ای 10 تا 700 ثواب پروردگار بزرگ برای بنده عطا میکنه. سبحان الله. رقیبی دست چپ را مانده شد دست، زیباست کرداری تو بیل بیشت پیوست. رقیبی دستی راست آزاد است، قلم بر کاغذ ننهاد است. این بیچاره ملائکه دستی چپ میگه دستش بفرش ده گناهای تو را نوشتن، در صورتی که امیر بیکار ایستاده و اقلا یک کارک خیر که در پهلوکش بنویسن، نیایی در نماز الا به 100 بار حسابی ده کنی و کاری بازار. در یک هفته یک بار آیا همین مسجد میای یا نمیای، رستشاتای خودت قطعی میای، حساب و کتاب تا میکنی. همین یک روکه شده است، بخدا قسم افسانه نیست، این روکه شدگیه. در یک مسجد نماز شام میخونن، امام سلام میته، یک گروه میگن که حضرت 2 رکعت خوندی شما. امام قدی چند نفر دیگه میگن نه 3 تاشی. تری دعوای یک توجیه را قفو ایستادگی دست میگه حضرت عمیق 2 رکعت خوندی. میگه چه رکعت میکنی؟ میگه ما همین 3 دکان دارم، عادتا در نماز شام در هر رکعتش یک دکان را ریویزیا میکنم. همین 2 تاشو اثبات کردم. داخل همین 2 تا خوندگی. در نماز وقتی دکان را ریویزیا کرده، اون نماز به چی فویده، چی منفعت طلب میکنی؟ نماز کسری صدق صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. تو پینداری که از مردان راهی، کنار مرد سرگردانی راهی.
بعد حضرت گفت فمن وجد خیرا فلیحمد الله. او وقتی نمای اعمالتون رو در دستتون میتن، اگر خیر خوبی دیده خدا را شکر کنید. اما خدایی را که فقط به یک نیت خیر ثواب تو داد، این پروردگاری را که با انجام دادن کار خیر از 10 تا 700 ثواب براتون عطا کرد. و من وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسه. لیکن اگر نامه اعمال سیاه دیده که ایکی دامن گیره گناههای خودتونه، همه همین مصیبت بلا را به دست خودتون کشیده، بالای سر خودتون آورده. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلا و آفات به خدا قسم میشود همین بنده ها خودشون به سر خودشون میارند. و باشه پروردگار بسیار رحیم و مهربان و بنده نواز است. سبحان الله. خدا کنه که نصایح پیامبر صلی الله علیه و سلم، خواه حدیثای حضرت باشند، خواه حدیثای قدسیه که از نام خداوند متعال ذکر میگیرد، برای ما و شما را یک درس عبرت باشد. و قدر نعمت الله برسیم، نعمت الله شکرگزار باشیم، کار خیر کنیم، سعی کنیم برای آخرت ما یک توشه رو بریم. حقیقتا این دور فانی است، بخواهیم نخواهیم یک روز میریم. همین دو عجیب قولی خوبی را گفت، بخواهی نخواهی باید برای رو که وطن اصلی باید برای که اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. این بنده های صالح خدا میراث برند، فردوس اعلی را به میراث میبرند. در این دنیا کلیتا چیکار میکنی؟ در زمین دیگران خانه مکن، کاری خود کن، کاری بیگانه مکن. در زمین مردم که خونه کردی از میکشه میگیره، زمین ایخی چه روخی؟ کیش بیگانه؟ تنی خاکی تو کس برای اوست غمناکی تو. بیگانه کیه این تنی کسافت؟ بچه اولی دیوش نخوردیم، چه میشیده باشم؟ دستیم تاولی نخوردیم. تو تن را چرب شیرین میدهی، گوهر جانت نیابد فربهی. و تو روح تا تربیه کن، به خاطر آخرت سعی تلاش کن. گرمیان مشک تن را جا شود، وقتی مردن گندی آن پیدا شود. همین شخص دم برای اگر در همین بین مشک انبار موننش، در همین انباری مشک انبار بموننش، به حد بوم میکنه که دیگه در همین انباری مشک انبار برموده نمیشه، فایده نمیکنه. مشک انبار در بدن آدم زنده فایده داره، مرده نه چی فایده داره؟ مشک را بر تن نزن، بر جان بیمال. مشک چی بود؟ ذکر نام ذوالجلال. و مشک هم ذکر نام پروردگاره که همین روز البته برای سفر و آمادگی بگیره. خداوند رحمت و مغفرت کنه مادر ما در دعای جنت مستقرش بداره. از فیض برکات و خیرات و حسنات چه در این منزل، در این محفل، در این محله، در این دیار، در خاندان برادرای دست به دعا برداشته نصیب فرمایید.